لبنان با نام رسمی جمهوری لبنان کشوری در غرب آسیا است. لبنان در باختر با دریای مدیترانه و در شمال خاور با سوریه و در جنوب با اسرائیل مرزی مشترک دارد. موقعیت جغرافیایی لبنان منجر به شکلگیری تاریخی غنی و تنوع دینی، نژادی و فرهنگی شده است. نخستین نشانه‌های تمدن در لبنان مربوط به 7000 سال پیش است. این کشور خاستگاه کنعانی‌ها و پادشاهی آنهاست و در سال 64 قبل از میلاد لبنان زیر سلطه امپراتوری روم قرار گرفت و بعداً به یکی از مراکز عمده مسیحیت تبدیل شد. در دوران اسلامی و پس از فتح این سرزمین به دست عرب مسلمان، بعضی مردم همچنان هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کردند. سلام همراهان عزیز میدیا پلاس، در این ویدیو به معرفی کشور لبنان میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو رو لایک کنید. بین سالهای 1516 تا 1918 این منطقه زیر سلطه امپراتوری عثمانی قرار گرفت. با فروپاشی امپراتوری عثمانی و بعد از جنگ جهانی اول، فرانسه این منطقه را به 5 جزء کوچکتر تقسیم کرد که یکی از این اجزا لبنان بود. نظامی که تا سال 1943 و اعلام استقلال لبنان برقرار بود. لبنان همکنون دارای یک نظام تقسیم قدرت خاص بر اساس جوامع دینی است. مجید ارسلان نخستین وزیر دفاع و بنیانگذار جمهوری لبنان و قهرمان ملی کشورند که نهضت استقلال لبنان تا خروج آخرین نیروهای نظامی خارجی در 31 دسامبر 1946 رهبری کردند. تاریخ لبنان به 5000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد و نخستین ساکنان شناخته شده لبنان کنعانی‌ها، یعنی مردمی از نژاد سامی بوده که به احتمال زیاد با یونانیان داد و ستد داشتند و یونانیان آنان را فنیقی می‌نامیدند. دولت‌ها و امپراتوری‌های گوناگونی بر لبنان فرمانروایی کردند، از جمله شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی، امپراتوران مقدونی و سلوکی، امپراتوران روم و بیزانس، خلفای مسلمان، جنگجویان صلیبی و امپراتوری عثمانی. لبنان برای 400 سال در قلمرو عثمانی بود. جنگ داخلی در سال 1975 میلادی در پی مبارزات و قدرت‌نمایی فلسطینی‌های مهاجر و فشار اسرائیل بر کشورهای میزبان برای اخراج آنان، میان احزاب مسیحی لبنان و گروه‌های سنی و متحدشان یعنی مبارزان فلسطینی اختلاف و درگیری و جنگ داخلی روی داد. در ادامه وساطت شیعیان و دخالت نظامی سوریه به نفع مسیحیان باعث پایان موقت جنگ داخلی 2 ساله شد. در سال 1982 در پی حمله اسرائیل به بیروت، جنگ میان دو گروه شیعه و رهبری حزب الله اسلامگرا و عمل سکولار در جنوب لبنان در اواخر دهه 80 اتفاق افتاد. به این ترتیب جنگ داخلی لبنان طولانی و وسیع شد. آغاز درگیری ها در ماه آوریل 1972 بود که مردان مسلح فلسطینی بر روی کلیسای در شرق بیروت آتش گشودند تا پیر جمیل بنیانگذار حزب فالانج مسیحی لبنان ترور کنند. البته او جان سالم به در برد، ولی این سوی قصد باعث مجموعه از اقدامات متقابل شد که در نهایت به جنگ داخلی 15 ساله در لبنان منجر شد که تا سال 1990 ادامه داشت. جغرافیا: لبنان سرزمین بلند و کوهستانی است که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد. لبنان یکی از کوچکترین کشورهای دنیا است که مساحت حدود 10,452 کیلومتر مربع دارد و از لحاظ بزرگی رده 162 را در میان کشورهای جهان دارد. بسیاری از مناطق لبنان کوهستانی است، بجز مناطق ساحلی کم عرض و دره بقا که بخش مهمی از صنعت کشاورزی لبنان در آن متمرکز شده است. لبنان دارای جنگل‌های وسیع درختان سدر است و سدر به نماد ملی لبنان نیز تبدیل شده است. تقسیمات کشور لبنان:
از آنجا که مردم لبنان در 60 سال گذشته به شهرنشینی روی آوردند، بیشتر جمعیت این کشور در شهرها و ویژه در پایتخت آن یعنی بیروت و اطراف آن سکونت گزیدند. بیش از نیمی از لبنانی ها در بیروت زندگی می کنند. لبنان شامل 6 ولایت و 25 ولسوالی یا ناحیه است. مردم جمعیت لبنان 6,825,000 نفر تخمین زده شدند. 50% از جمعیت لبنان مسلمان و 45% مسیحی و 5% دروزی هستند و اقلیت‌های کوچک بهایی و یهودی هم وجود دارد. لبنان دارای جمعیت کوچکی از کردها نیز می باشد که از مناطق شمالی سوریه و جنوب شرق ترکیه مهاجرت کردند و میان 75 تا 100 هزار نفر تخمین زده می شود که در مناطق سنی نشین زندگی می کنند. کردها طی سالهای اخیر توانستند شهروندی دولت لبنان کسب کند. حدود 16 میلیون نفر با نسب و اصالت لبنانی در سراسر دنیا زندگی می کنند. میانگین سن مردم لبنان بین 24 تا 26 سال است و زبان رسمی و البته محاوروی لبنان عربی است، ولی هر یک از اقلیت‌های قومی به زبان خودش سخن می‌گوید. اقتصاد لبنان در حال رشد بسیاری است و گردشگری یکی دیگر از عوامل رشد کشور لبنان شده، به صورتی که بخش عظیمی از درآمد کشور از گردشگران خارجی که برای تفریح یا سرمایه گذاری آمدن تأمین می شود. بزرگترین صنایع و صادرات لبنان در سال 2019 عبارت از جواهرسازی مقام 5 جهان، پتروشیمی و مد و فیشن 8مین صادرکننده عطر و لباس مجلسی، محصولات برقی مثل ژنراتور، صنایع غذایی یعنی صدور عاجل به 110 کشور جهان می باشد. فرهنگ و هنر لبنان برای هزاران سال محل عبور تمدن‌های مختلف بوده، پس جای تعجب نیست که این کشور کوچک دارای فرهنگ فوق‌العاده غنی و زنده باشد. وجود گونه‌های بسیار قومی و مذهبی بر رسوم پربار موسیقی، آشپزی و جشن‌های لبنان کمک بسیاری کرده است. مخصوصاً در بیروت دارای هنر غنی است و نمایش‌ها و نمایشگاه‌ها و شوهای مد و کنسرت‌های زیادی در طول سال در نگارخانه‌ها، موزه‌ها، تئاترها و اماکن عمومی برگزار می‌شود. جوان امروزی لبنان اگرچه ظاهر مدرن دارد اما با لبنان متحد همچنان وفادار است. فرهنگ جاری در لبنان تابلوری از فرهنگ چند هزار ساله فینیقه ها، یونانی ها، آشوری ها و غیره می باشد و طی چند دهه اخیر فرهنگ فرانسوی هم به این مجموعه اضافه شده. جامعه لبنانی مدرن تحصیل کرده و قابل مقایسه با جوامع اروپایی مدیترانه است. اکثر لبنانی ها دو زبانه هستند و عربی و فرانسوی صحبت می کند. به همین دلیل لبنان عضو سازمان بین المللی کشورهای فرانسوی زبان است. با این حال زبان انگلیسی مخصوصاً بین دانشجویان لبنانی رایج شده است. این کشور نه تنها محل تلاقی مسیحیت با اسلام بلکه دروازه است که جهان عرب با اروپا متصل می کند. سیاست سیستم سیاسی در لبنان پارلمانی است. نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاصی کشور می باشد. مسیحیان، مسلمانان سنی و مسلمانان شیعه. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که تمام اقوام و مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشد. بر طبق این توافق رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس پارلمان از بین شیعیان و معاون نخست وزیر از بین مسیحیان ارتگز انتخاب می شود. پارلمان لبنان دارای 28 کرسی است که به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده است. این توافق حاصل توافق طائف در سال 1990 می باشد که به جنگ‌های داخلی 15 ساله در لبنان پایان داد. همراهان عزیز میدیا پلاس، سپاس فراوان که تا ایدم با ما همراه بودید. برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و نظرات زیبایتان را در بخش کامنت با ما شریک سازین. تا ویدیوی بعدی وقتتان خوش، موفق باشین.